درود به همگی. رضا هستم و به کانال رضا تایمز خوش آمدید. امیدوارم حالتون عالی باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشتون نشه. بریم برای تماشای ویدیو. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشتون نشه. خب بچه ها، امروز یه ویدیوی متفاوت داریم. خنده‌دار نیست ولی بعضیاشون آموزشی هستن و بعضیاشون غمگین. خب بریم برای تماشای ویدیو. آبی سوارمون نوشته که نیش دوست از نیش عقرب بدتر است. پس بزن عقرب که دردش کمتر است. ای بنازم واقعا بنازم. پسر سربازو فقط مادرشه که دوستش داره. ما میخوایم بریم تاجیکستان زندگی کنیم. این چی میگه؟ بعد عروسی؟ آره چی شد یهو؟ دیگه دولت میگه باید بریم اونجا زندگی کنیم. فعلا هیچی نگو، بابا قاطی میکنه. بذار بعد خواستگاری بگم. البته چه بکنی؟ شوهرشه دیگه. من که نباید بگم، مامان باید بگه. راستی محمد، لباس رو سفارش دادم برای مهمونی امشب. چطوره؟ ببینم مهمونی دخترانه است دیگه. نه دخترونه که نیست، داداششه و پسرعموشینا، ولی خانوادگیه. یکم باز نیست؟ ای بابا تو هم همش گیر میدی یا عین این مردای قرون وسطایی. راستی خوب شد با این محمد کات کردی، با اون افکار پوسیده و داغونش. آره بابا پسره یه گیر. حالا بهت یه چیزی بگم، حسام انقدر به من اعتماد داره. حالا نگاه کن. سلام حسام جان، خوبی؟ سلام عزیزم، تو خوبی؟ میگم من امشب یه مهمونی مختلف دعوت شدم، میخوام اون لباس بازه رو بپوشم. نه عزیزم بپوش، من به تو اعتماد کامل دارم، تازه کلی هم بهت خوش بگذره. باشه مرسی. آفرین، اینجوری خوبه. پسر باید اینجوری باشه. گیر چیه؟ به من چی میخوایی بپوشی دختر اسکل؟ عزیزم امشب یه دیرینکمون نشه؟ از کی تا حالا غیرت رو کسی که دوستش داری شده قرون وسطایی بودن؟ اگه من بهت میگم کجا برو کجا نرو، چی بپوش چی نپوش، مثلا که دوستت دارم. اون پسرایی که ادای لارج بودن رو در میارن میخوام بهشون گیر ندی و هزار تا کثافت کاری کنن. اینو یادت نره. همیشه من که نیستم کنارت خنده باشه. نزنی ها، به خدا هرچی بخوای بهت میدم. دیدی نام زدم چقدر پول داره؟ هرچی بخوای بهت میده. نزنی ها. بهنا نامزد داره؟ آره دیدمش. اما موقعی که میگفتی سر کارم تعقیبت کردم. اما موقعی که گلو هیچی پایین نمیرم وای میسادم تا تو بیای، ولی تو رستوران تو بغلش بودی. آره دیدمت. ولی اون فقط همکارم. فکر کردم غریبه از خدا رو شکر آشنا بود که موقع رفتم بوسیدتت. به ما پسرا نگید لاشی. البته تا زمانی که خودتون باعث نشدید لاشی بودن رو انتخاب بکنید. چند بار بود. niye oynamıyorsun? Canım istemiyor. Olmuyorlar mı? Parasını verirsen alınır. Yok mu paran? Yok para. Babam ne iş yapıyor? Anam da yok, babam da yok. Kimsem yok. Ne istersin buraya? Komple bütün tesis. Ama geçen ay 35 verdiler. Böyle kokoreçli satma. 100. Hemen bugün alırsın. Siz mi alacaksınız? Oynatmadıkları çocuk var ya. Onun olacak. Bugün bir Siz o yetimi nereden tanıyorsunuz ya? Yetim yetimi tanır. There is a Persian saying, may you outlive your children. It sounds like a blessing, but it is the worst curse one can place on the head of a man. سلام آقا، ما از تانکرای خالی سطح شهر رو صفای شلوغ ایستگاه یاد شد مجبور شدیم کم کم بیایم
سمت روستا اونجا آب بره خوردن پیدا کنه. واقعا کسایی که آب خوردن یکی استان رو قطع میکنن نام آدمی برشون زیاده. برن ببینم خودشون چند اینجا آدم. بریم برای ویدیو بعدی. این داره میاد تو جاده ها. داداش برو داداش. داداش برو. داداش برو. داداش برو. میتونی برو. داداش برو. ریزشه بچه ها. برو داداش. نه ترس نه سمندو چه داری فیلم میگیری؟ کافی فیلم نیست فیلم له شده. ای بابا چه پا قدمی هم داشتینا. تا اومدین برقا رفت. خیلی بی‌معرفتید. تا مامان بابا زنده بودن هر روز می اومدین اینجا. حالا باید به زور بگم بیاید. چرا شما ساکتید؟ اتفاقا مامان بابام الان اینجا. آره خب روحشون همیشه هست. پشت سرتم. کاش که تو پیش ما بودی. دلمون خیلی برات تنگ میشه. اصلا که دیوونه شدید نه؟ چقدر دلم هوای بازی‌های بچگیامونو کرده. ولی زمانمون کمه. خب اجازه بگیر. تمامه وقت رفتنه. دیوونه شدید نه؟ من میرم گوشیمو جواب بدم. الو؟ سلام خانم، اینجا تو اتوبان یه تصادفی شده. یه خانم و 3 آقا تو ماشین هستن که متاسفانه فوت کردن. آخرین تماسی هم که گرفته شده رو گوشی موبایلشون شماره شما بوده. خانم حاجی الان چیزی نشد که. حاجی باباته زدی رنگ ماشین رو بردی؟ یه نقطه است، چی شده مگه؟ همینجا وایسا میرم سر چهارراه صافکار میارم قیمت میذاره. داشتی میری نداشتی زنگ میزنیم افسر بیاد. یه کارت شناسایی به من بده من برم بیام. یا علی چه بابای گیری دارینا؟ بابام نیست شوهرمه. خوب چی کارا که نمیکنه. تو رو سننه. آخه همیشه برام سوال بوده مگه میشه آدم عاشق یکی بشه که همسن پدرشه؟ اصلا چجوری عاشقشی؟ چجوری بغلش میکنی؟ چجوری کنارش میخوابی؟ اصلا چجوری لحظات عاشقونو باهاش میسازی دستاشو میگیری؟ تو 10 سال دیگه هم تلاش کنی فوقش موتورت بشه پراید. اسکلم مگه عاشق آدمی مثل تو بشم؟ پول عشق میاره. الانم شوهرم داره میاد، به فکر خسارت باش. از کجا میفهمی که دوستش داری؟ وقتی به نبودنش فکر میکنم واقعا قلبم درد میگیره. نرو از همه خاطرم نمیدونم چی بگم. ما سال 99 همینجا یه کلیپی گرفتیم که تاریخی شد. بریم با هم دیگه ببینیمش. میدونی دلار 25,000 تومانی و طلای 1,500 و مرغ 35,000 تومانی یعنی چی؟ یعنی شکستن کمر یه پدر. الان دلار چقدره؟ الان بذار ببینیم. الان یه دقیقه پیش من نگاه کردم فکر کنم 80 خورده چیز بود. خب یه لحظه رمز گوشیمو بدنم بریم برای تو برنامه چیز. تاریخ ما چنده؟ من چندمه؟ ننوشته. امروز 21 اردیبهشت 1404 ساعت 5:30 دقیقه 5:24 صبح. دلار 83 و 83 و 530. اگه درست باشه که عالیه. قیمت دلار هم در اومد.
قیمت دلاری که تا من میدونم تا 80 تومن اومده بود پایین. الان یه خود بهتره. من تا 80 تومن خبر دارم، ولی بعضی ویدیوی که گرفتن تو یوتیوب و تو اینستا و تا 60 تومن انگار رفته بود پایین، ولی من تا 80 تومن با خبرم. طلا چنده؟ مرغ چقدره؟ برامون کامنت کنیم. Rolls-Royce, BMW, Mercedes. حسبناك قصف مدفعي طيارة هليكوبتر. این برای ویدیوی بعدی. خب این برای تماشای ویدیو. کل این بار گفتی چقدر میشه؟ 30,000. با 30,000 تومان چیزی حالا میدن؟ میگم 2 تا اینجوری باید جمع کنم تا برم یه دونه بخرم. چقدر تایم میبره جمع کردن؟ یه روز با این کمری که من دارم یه روز. چند سالته؟ 19. از چند سالگی خیابونی؟ من 14 سال 12 سال خیابونم بابا. چرا؟ بابا من اعدام کردن، ما خونه زندگی من همه چی کنه دولت مصادره کرد. این من و مادرم اومدیم تو خیابون، تو پارک میخوابیم. 4 سال بعدش مادرم من برای همین بچگی و همین این لحظه های شیرین زندگی رو میخواستیم مواد در دست دارم. به لحظه؟ همین لحظه شما تو بچگی چه لحظه های شیرینی داشتید؟ مثلا با همسایه‌ها خیابون من مدرسه کار نرفتم. دنگ آخر نمیدونم دعوا بابا من اینو شنیدم ولی دنگ نرفتم مدرسه. چرا بهت خون نزده بودن عباس تو راه بیمارستان؟ گفتم نمیمونه دیگه تمومه. به پرستاری گفتم عکس صورتمو بهم نشون، یکی میگفت دوربینم خرابه، یکی میگفت اینجوری. تا روزی که از آی سی یو رفتم تو بخش، یواش از جام بلند شدم رفتم جلو آینه، گفتم این من نیستم، آینه داره اشتباه میکنه، من اشتباه نمیکنم. عاشق شدی تا حالا؟ عاشق؟ یه دفعه من گفت میخوام باهات ویدیو کار کنم صورتتو ببینم. بعد اینکه منو دید یه دفعه قطع کرد. من فکر کردم اینترنتش قطع شد. گفت نه دیگه نمیخوام باشم. به خاطر اون من چت کردن یاد گرفتم. میخوابیدم گوشیو میذاشتم زمین باهاش چت میکردم. تا روزی به خاطر اون چت کردن با همین دستا رو یاد گرفته بودی. پسرم همیشه تنهایی قصه میخوریم، تنهایی گریه میکنیم، جوری که هیچ کس باورش نمیشه پسر گریه میکنن. پسر احساس دارن، مردی سخت داشته باش، مثل همیشه فرق داشته باش. بذار یعنی مرسی که نگاه کردید به این ویدیو. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. اگه از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو با دوستان آشنایان به اشتراک بگذارید و بازم میگم لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید تا این کانال رشد کنه، مانیتایز بشه، به درآمدزایی برسه. رضا هستم اینجا، رضا لاچی تایمز. تا ویدیو بعدی لاچی بمونید. خداحافظ.